عربستان باز هم دنیا رو شوکه کرد. درست زمانی که ما تو کشورمون در حال ساخت پروژه جهنم هستیم، در عربستان فروش مشروبات الکلی قانونی اعلام شد. بن سلمان ولیعهد عربستان در ادامه اصلاحات جنجالیش دستور داده از سال آینده فروش مشروبات الکلی در 600 منطقه از عربستان مجاز اعلام شود. کشوری که روزی حق زنانش نداشتن حق بود، اینکه نمیتونستن رانندگی کنن یا بدون مرد ویزیت بشن یا حساب بانکی داشته باشن یا حتی حق نداشتن به قبرستون برن، الان رسیده به کشوری آزاد که کنسرت جنیفر لوپز برگزار میکنه، پوشش زنها آزاد شده، دروس آگاهی فکری جایگزین دروس اسلامی شده و حالا هم فروش مشروب آزاد شده. اما این تمام ماجرا نیست. میزبانی جام جهانی فوتبال، جذب بزرگترین ستاره‌های فوتبال، ساخت شهر خطی و مدرن نئون، کنترل آب و هوا با فناوری‌های پیشرفته و تبدیل بیابان‌های بی‌آب و علف به فضای سبز از دیگر کارهای بن سلمانه. با توجه به اینکه عربستان مهد و خواستگاه اسلامه، به نظرتون این همه تغییر چه معنی میده؟ اگه با کارای بن سلمان موافقید، این پست رو لایک کنید و نظرتون رو کامنت کنید و این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید.